سلام. اگه دنبال ابزارهایی هستی که واقعاً با هوش مصنوعی کارتو راحت تر کنن، تو جای درستی اومدی. در این ویدیو 5 تا از بهترین و پرکاربردترین هوش مصنوعی های دنیا رو معرفی میکنم که هر کدوم میتونن زندگی و کارتو متحول کنن. بریم سراغ اولین مورد. شماره 1. چت جی پی تی. چت جی پی تی از شرکت اوپن ای آی یکی از معروف‌ترین هوش مصنوعی های دنیاست. میتونه بهت در نوشتن متن، ترجمه، ایده سازی، تولید محتوا و حتی برنامه نویسی کمک کنه. کافیه فقط باهاش حرف بزنی تا در چند ثانیه نتیجه عالی بگیری. یه دستیار همه فن حریف برای هر کسی. شماره 2. کانوا ای آی. اگه اهل طراحی هستی اما بلد نیستی با نرم افزارهای پیچیده کار کنی، کانوا ای آی نجات دهندت میشه. فقط بنویس چی میخوای. مثلا یه پوستر تبلیغاتی برای فروش لباس و کانوا برات طراحی آماده میکنه. از پست اینستاگرام گرفته تا تمبنیل یوتیوب، همه چیز در چند ثانیه. شماره 3. رانوی ML. رانوی یه ابزار خفن برای ویدیو ساز هاست. میتونی با نوشتن فقط چند جمله ویدیو بسازی یا بک‌گراند ویدیو رو عوض کنی بدون نیاز به پرده سبز. این ابزار حتی در ساخت فیلم‌های واقعی هالیوودی هم استفاده شده. شماره 4. 11 لبز. اگر نمیخوای جلوی دوربین حرف بزنی، 11 لبز صدای طبیعی و حرفه‌ای برات میسازه. فقط متن رو بنویس و با صدایی شبیه انسان اون رو برات پخش میکنه. برای ساخت ویدیوهای آموزشی، خبری یا حتی دوبله عالیه. شماره 5. کلاود. کلاود ساخته ی شرکت آنتراپیک هست و یکی از دقیق ترین هوش مصنوعی های متنی جهانه. در نوشتن مقالات، تحلیل داده ها و کمک به کارهای تحقیقی فوق‌العاده است. خیلی از متخصصا میگن در بعضی بخش‌ها از چت جی پی تی هم هوشمندتر عمل میکنه. این فقط بخش کوچیکی از دنیای بزرگ هوش مصنوعیه. اگه دوست داری با هر کدوم از این ابزارها کار کنی یا روش استفادهشون رو یاد بگیری، حتما برام توی کامنت بنویس تا آموزش کاملش رو برات آماده کنم. یادت نره سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.